وقتی این نفر سخن کفر میگه و این سخن کفر ازیر خودت میشنوی و یا لایک میکنی و یا شیر میکنی برای دیگران روانش میکنی، در حقیقت در کفر داخل شدی. بسیار کسا باشن که در روز قیامت بخیزن و خوب و متحرکت میکنن، روان است کجا بخیر طرف جنت برو. او برش میگه عقیده تو عقیده ابو جهل بود، عقیده تو خوب با عقیده ترامپ یک چیز بود، عقیده تو با عقیده کافرها یک چیز بود. اگر او کفر میگفت تو کفر تایید میکردی، تو را لایک میکردی. لایک چی مانه؟ یعنی من هم امی قسم میخوام. وقتی که کفر را تایید میکنی یعنی I like کفر. امروز خطرناکترین چیزی که مسلمان ها درگیر هستند و خود هم مستحق عذاب الله می سازند و اعضای خانواده خود هم می سازند، وسایل تکنولوژی هست، رسانه ها هست، رسانه های اجتماعی هست، فیسبوک است، تلگرام است، توییتر است. این وسایل و رسانه ها حلال هستن یا حرام، جایز هستن یا ناجایز، استفاده بکنیم از یا استفاده نکنیم. در اسلام که هست موبایل میگن یک ظرف است. ظرف چی حکم داره؟ در قسمت ظرف ما ایره حلال و حرام گفتن نمیدونیم. مثل که گلاس آب ما حلال و حرام گفتن نمیتونیم گلاسه. امی قسم موبایل ما نمیتونیم بگویم که حلال است یا حرام. خیلی چه وقت حلال میشه و چه وقت حرام میشه؟ علمایی میگن که به حساب مظروف. مظروف چی است؟ که در پیاله که آب باید بنوشی، در گلاس آب می نوشی و یا شراب. اگر آب نوشیده شود حلال است و اگر در بین از پیاله شراب نوشیده شود حرام است. پس خود ظرف حلال است یا حرام نظر به مظروف و نظر به چیزی که استفاده میشه. از این وسایلی که امروز هست، اگر از این وسایل ما مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده بکنیم، یکی از وسایل خوب تعلیم و تربیه هست. یک معلم است. موبایل یک معلم است. موبایل یک استاد است. موبایل یک راهنما هست. موبایل اگر مثبت استفاده شود تو میتونی که در موبایل حافظ قرآن شوی. اگر از موبایل درست استفاده شود تو میتونی که مفسر قرآن شوی از طریق موبایل. درس هایی که اگر شما در یوتیوب برین و در اونجا انتشارات پیام حق برین و نام مرا نوشته کنین که استاد عبدالظاهر دایی 138 درس عقیده برات میگم. توسط 138 درس عقیده‌ای که برای تو 138 ساعت نیاز داره. 138 ساعت از تو وقت میگیرن. این درسی هست که ما او را در 20 سال یاد گرفتیم. پس این موبایل خوبیش اینی است که درسی را که ما 20 سال یاد گرفتیم تو میتونی او را در 2 ماه یاد بگیری. و در روز قیامت هم این موبایل سر تو سند است که باز کسی بگوید من جاهل هستم، من نمیفهمم، من بیخبر از دین هستم، من بیخبر از عقیده هستم.
این موبایل مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بود که در آخر زمان در وقت این دین الله متعال خانه به خانه داخل میکنند و امروز خانه به خانه دین داخل شده. اگر در اینجا در گوگل بری و نشته کنی sultans sultan.org ترجمه قرآن عظیمشان به تمام زبانهای دنیا برات میآید. به تمام زبانهای دنیا قرآن عظیمشان ترجمه شده. صحیح بخاری و صحیح مسلم که ما و شما تابان بسیاری کسا رویش ندیدن، حتی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و زبانهای اروپایی و افریقایی ترجمه شده است. اگر یک جوان مسلمان میخواد که مسلمان باشه، آیا الله سرش حق نداره که این هم یک فیسبوک به نام اسلام داشته باشه؟ یک فیسبوک داشته باشه که برای مردم بگه که من این فیسبوک من میخوایم که برای کل مردم دنیا اسلام برسم. پس از طریق این موبایل بسیاری کسا اولاد خود از سن طفولیت از 3 سالگی و 4 سالگی برش برنامه ها را جور کردن. وقتی که بری در خانه بسیاری از عربایی که دیندار هستن میبینی که برای طفل خود پروگرام وقت برنامه ساخته و او را برش روشن میکنه. طفلش از اول میایه کلمه را برش یاد میته، نماز یاد میته، عبادت یادش میته، عقیده را یادش میده. ما مردم افغانستان مشکل ما چی هست؟ هر وسیله‌ای که آمده در اینجا از او استفاده مثبت نمی کنیم. برای بعضی کسا موبایل وسیله شده که ایره کافر ساخته. کسایی هست که کافر شدن، نعوذ بالله. از طریق چی کافر شدن؟ به خاطر ازی که وقت موبایل میگیره یک کسی به ضد اسلام تبلیغ میکنه و قرآن رد میکنه و پیغمبر رد میکنه و این شخصی رو چی میکنه؟ لایک میکنه. لایک چی معنی؟ امیل اگر بر یک نفر یک ورق برات بتن و نوشته کنه که توی 1 لک از پیشش قرضدار هستی و تو همی 60 تا بچستونی و ایره در محکمه ببر، از پیش تو 1 لک روپیه میگیره. حال بایومتریک که میشه امی انگشتار رو نمیگه که باید نمیگه. الله متعال میگه بلا قادرین علی، الله میگه الله متعال قادر است که امی بنانه انسان کس میگه امی انگشتار انسان کس امی خطای زیره هم دوباره چی کنن؟ با مو شکل اصلیش بگردن. چرا در دنیا ثابت شده که این امی انگشت انسان که هست، این انگشتا که هست، امی خطا و درایزی از 2 نفر یک قسم نمی باشن. الله متعال میگه ما قادر هستیم، قدرتمند هستیم در روز قیامت امی خطهای انگشتای را هم دوباره پس به حالت اولیش بگردانیم. این ایجاز علمی قرآن عظیمشان است. حال شما که با امرای انگشتتان اینجا لایک میکنه به این معنا هست که وقتی او کفر میگن کفر درست است و تایید کفر است، تایید شرک است، تایید جنایت است. بعضی کسا چی فکر میکنه که کفر خوب گفته در غیبت. بعضی کسا غیبت میکنه و جانب مقابل ازی که در مقابل شیشته این دیگه قرار گوش گرفته میره و به این معنا هست که خوب گناهگاه شد، غیبت خوب کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که المستمع احد المغتابین، کسی که غیبت گوش میگیره این هم یکی از 2 غیبتگر است. یعنی همون گناهی که بر از او داده میشه که گپ غیبت میزنه، عین گناه بر تو داده میشه که غیبت تو میشنوی.
وقتی این نفر سخن کفر میگه و این سخن کفر ازی را خودت میشنوی و یا لایک میکنی و یا شیر میکنی برای دیگران روانش میکنی، در حقیقت در کفر داخل شدی.